فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. این دوستی پرسیدن که من در عربستان هستم و حنفی مذهبم، وقتی که وتر میشه با امام نمیخونم چون که وتر اونها با وتر ما فرق داره، من میرم خونه وتر رو میخونم. این در واقع یکی از مسائل بسیار مهمی هست که این بیننده عزیزمون به اون اشاره کردن و در صورت درباره نماز وتری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده چندین صورت هست، کیفیت‌های مختلفی رو داره که هم در مذهب حنفی اینا بیان شده و اثبات شده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم در مذاهب دیگر. منتها اون چیزی رو که در مذهب حنفی به اصطلاح بر اون اثبات کردن اون رو و اون رو فتوا دادن، همین وتر خوندن 3 رکعت با 1 سلام هست. این که این یکی از صورت‌هایی هست که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، منتها 3 رکعت با 1 سلام. 1 رکعت هم نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، 3 رکعت با 1 سلام هم نقل شده، 5 رکعت با 1 سلام، 7 رکعت هم نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها صورت‌های مختلفی هست که نقل شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اگر شما واقعا اقتدا می‌کنید و باید هم اقتدا بکنید به امام، حق ندارید که در وسط اینو امام اقتدا رو ترک بکنید. یا مثلا برخی رو مشاهده می شود که بعد از این که امام مثلا 3 رکعت رو با 2 سلام میخواند، امام سلام میدهد اما این مقتدی سلام نمیدهد. اگر واقعا شما مقتدی هستید، اقتدا به امام کردید، با سلام دادن نماز امام نماز شما هم از تمام شده دیگه. شما اقتدای بعد از این درست نیست و اقتدای دوم رو شما نمیتونید متصل بکنید که هم با 2 رکعت اقتدا بکنید هم با 1 رکعت بعدی که امام میخواند باز هم اقتدا بکنید بدون اینکه شما سلام بدهید. حکم شرعی در این مورد این است که شما با امام اقتدا بکنید و به هر صورتی که امام خوند، چه 3 رکعت را با 2 سلام خوند شما به همون صورت بخونید، اگر 3 رکعت را با 1 سلام خوند باز هم به همون صورت بخونید. اما قطع کردن نماز یا ترک کردن نماز جماعت به هیچ عنوان درست نیست. و اون عزیزانی هم که این فتوا را دادن، من هم این اعلام بکنم به این بیننده عزیز و من هم مانند ایشان حنفی هستم که این حرف رو میزنم. اون کسانی که این فتوا را دادند که شما نماز را ترک بکنید و از با امام نماز بخوانید، اونها در واقع این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در نظر نداشتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل. هر کسی که با امام صبر بکند، با امام نماز بخواند تا نمازش تمام میشود، قیام اللیل براش نوشته میشه. اگر قبل از این نماز امام را ترک بکنند، قیام اللیل برای اون نوشته نمیشه. از این فضیلت بسیار بزرگ انسان محروم میشه. نماز خواندن نماز از یک فرد حنفی پشت سر امامی که دیگر با 3 رکعت را با 1 سلام میخواند یا 3 رکعت را با 2 سلام میخواند، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و نماز وترش ادا شده و بلکه حکم شرعی در این صورت این است که باید اقتدا بکنه. و صورت‌های دیگری که در این زمینه به اصطلاح برخی از افراد این فتوا را دادن، این فتوای واقع بینانه و دقیقی نیست.